به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه نگذرد. من سهیل فاضلی هستم، نویسنده، پژوهشگر و مشاور کسب و کار. از کودکی دغدغه داشتم که حالا چه از اون اسباب بازی‌هایی که در واقع برام تهیه می‌شد، چه بعد از اون با شکاف‌هایی که می‌دیدم، کالاها و اجناس خارجی که می‌دیدم، سوال داشتم که چرا بیشتر محصولاتی که دست ما میرسه خیلیاشون خارجیه، خیلیاشون در واقع با یه پوزچر خاصی، با یه ویژگی‌های خاصی، با پوز دادن‌های خاصی میگن این جنس از آلمانه، از ژاپن یا کشورهای دیگه است. و همیشه به خودم میگفتم که چرا بهترین ها که باید ایرانی باشه کمتر شنیده میشه. از همونجا خیلی جرقه خورد برام که برم مطالعه کنم. از نوجوانی علاقه‌مند شدم به مباحث توسعه و بعد هم در دانشگاه خب شعله ورتر شدم. دانشگاه در من تأثیر ژرفی داشت و مطالعاتم ادامه پیدا کرد تا اینکه به سوالات بسیار بزرگی رسیدم. حاصل این سوالات چند کتاب و مقاله شد که در نوع خودش تلاش داره میکنه که متوجه بشه چه اتفاقی برای کسب و کارها میفته وقتی توسعه میخوان پیدا کنن یا چه اتفاقی میفته وقتی با شکست روبرو میشن. این کلیپ هایی که ما در واقع میخوایم تولید کنیم با گروهی که وجود داره تمامش محورش توسعه هستش و اگر شما کارآفرینان، علاقه‌مندان به کسب و کار، مدیران کسب و کار میخواین توسعه رو واقعا بشناسید و تجربیات ما و کسانی که دعوت میشن اینجا رو در نظر داشته باشید و بخواین ازش استفاده کنید، میتونه براتون فرصت خیلی مناسبی باشه. یکی از بحث‌های خیلی مهمی که وجود داره برای یک مدیر کسب و کار اینه که اول از همه بدونه اصلا توسعه یعنی چی. توسعه اسم ذات نیست. همونطور که دکتر جواد طباطبایی در آثارش در فلسفه بیان میکنه، میگه ما یه اسم ذات داریم، یه اسم مفهوم داریم. اسم ذات مثل سیب، مثل میز، مثل صندلی بین انسان ها تقریبا همون تصویری رو ایجاد میکنه که انتظار دارن، یعنی همون چیزی که دیدنه. خیلی به تعاریف متفاوتی میتونه نداشته باشه، اما اسم مفهوم مثل عدالت، دموکراسی، مثل توسعه میتونه مفاهیم گوناگونی رو تو ذهن انسان ها تبیین کنه. بنابراین بهتره که ما با هم تعاریفی داشته باشیم. من از شما میپرسم تعریف شما از توسعه چیه؟ آیا واقعا تا به حال شده بشینید و در واقع فکر کنید که چرا کسب و کار من بزرگ نمیشه؟ اگر بزرگ نمیشه چه ریشه هایی داره؟ چه آسیب هایی وجود داره؟ آیا شما بزرگ شدن کسب و کارتون رو توسعه میدونید یا نه؟ آیا بزرگ شدن فیزیکی یک کسب و کار توسعه است؟ آیا تعریف ما از توسعه فروش زیاده؟ آیا بیشتر شدن سهم بازاره؟ آیا همین رفع تعارضات سازمانی به بهترین نحو و متمدنانه ترین شکلشه؟ توسعه چیه واقعا؟ سلسله مباحثی که من میخوام به همراه دوستانم برای شما بیان کنم به این مسائل به صورت جزئی میپردازم. یکی از بحثایی که امروز دوست دارم در نگاه اول مدیران کسب و کار و عزیزانی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن توجه کنن اینه که ذات توسعه متغیره. وضعیت متغیر توسعه یعنی که هیچگاه ثبات در واقع براتون اتفاق نمیفته و اگر اتفاق هم بیفته نسبیه. بعد از اینکه همیشه یک برنامه توسعه پیاده سازی بشه، شما وارد یک سری
مراحل جدیدی میشید که اونها هم پویاست. بنابراین خواسته من از شما اینه که اندیشتون رو راجع به توسعه کسب و کارتون یک بار دیگه مورد بازنگری قرار بدید. توسعه با ثبات کسب و کار گاهی اوقات تعارض داره. برای توسعه باید انرژی جمع کنیم، باید انعطاف داشته باشیم، باید تلاش کنیم تمام ظرفیت‌های یادگیریمون رو استفاده کنیم، باید تلاش کنیم تیممون رو برای منعطف‌تر شدن، برای یادگیری، برای تغییر آماده کنیم. بنابراین این هشدار رو بهتون میدم برای اونهایی که فکر میکنن رسیدن، ارایوت شدن و فکر میکنن که در واقع همینجا براشون کافیه. این کلیپ ها خیلی مناسب نیست. این کلیپ ها برای کسانیه که متوجه توسعه و ضرورتهاش هستن. یه مثالی خیلی توی کسب و کار وجود داره. مثال شرکت نوکیا سالهای سال رهبران اصلی بازار خودش بود. اما چه اتفاقی براش افتاد؟ اتفاقی که برای خیلی از کسب و کارهای دیگه هم افتاده. خیلی از برندهای ایرانی هم در واقع این اتفاق براشون افتاده. برندهایی که دیگه الان نیستن، با حسرت بهشون نگاه میکنیم، باهاشون خاطره داریم، ولی الان دیگه در بین ما، در بازارهای ما نیستن. بنابراین این اتفاق چیه؟ اونها در رقابت میدان توسعه، در اونجایی که باید در نظر میگرفتن که رسیدن آغاز پوسیدگیه، اونجا باید حرکت مجدد رو آغاز میکردن و این خودبسندگی و رضایتی که داشتن باعث شد که نتونن خودشون رو با رقابت تطبیق بدن. خب امروز دیگه نوکیا به اون شکل اصلا تو ذهن آدم هم نیست. بیشتر نسلایی که حالا شاید مورد استفادهشون بود، شاید در واقع هر روز باش خاطره داشتن، بگن آها راست میگی، نوکیا یه زمانی موبایلی بوده که بیشتر افراد داشتن. امروز شاید همه دارن از آیفون صحبت میکنن، از سامسونگ صحبت میکنن، از هواوی صحبت میکنن، یا حتی برندهایی که جدیدتر اومده شیائومی صحبت میکنن و اینها دارن با هم رقابت میکنن. تمام اینها خبر خوب اینه که بهتون بگم برنامه دارن برای توسعهشون. خب در خودرو همینه، در صنایع دیگه همینه، در بازارهای مختلف هر کس که برنامه برای توسعه داشته باشه میتونیم که تصور کنیم اگر اثر بخش باشه، اگر کارا باشه برنامه‌اش، اگر همه جانبه باشه، میتونه موفقیت رو به دست بیاره. ازتون خواهش میکنم قلم و کاغذ بیارید، گذشته کسب و کار خودتون رو مرور کنید، دستاوردهای سال گذشته‌تون رو مرور کنید و بنویسید که این موفقیت‌ها با همه شیرینی هایی که داشته، یا حتی اگر شکست هایی که داشتید با همه تلخی هایی که داشته، چه نسبتی داره با اون چیزی که از توسعه تو ذهن خودتون تصویر کردید. این بار به عنوان یک مشاور، به عنوان یک پژوهشگر از شما خواهش میکنم ازش فاصله بگیرید و خنثی بهش نگاه کنید. فرض کنید شرکت خودتون نیست، فرض کنید شرکت یک فرد دیگه و داستان توسعه‌اش رو دارید بررسی میکنید. فرض کنید یه فیلمیه که از پیش ذهن شما داره میگذره. فارغ از خوب و بد بودن، فارغ از اینها، یک بار دیگه خودتون رو مورد ارزیابی قرار بدید، ببینید چه اتفاقی براتون افتاده و این ماهیت سیال توسعه رو با خودتون مرور کنید. خیلی از موفقیت‌های سال گذشته دیگه به کارتون نخواهد اومد. خیلی از دستاوردهایی که در سالهای گذشته داشتید لزوماً امسال نمیتونن گامی برای توسعه شما باشن. خیلی از مدیرانی که در حال حاضر با مشکلاتی دارن سر و کله میزنن یا دست و پنجه نرم میکنن، اصلا این مسائل رو در نظر نمیگیرن که این مسائل توسعهشون نیست. اینا مسائل جاری سازمانشونه و بین مسائل جاری و مسائل توسعه گاهی اوقات تفاوت‌های چشمگیری وجود داره. ازتون خواهش میکنم
در گام بعدی حتما مسائل جاریتون رو از مسائل توسعه جدا کنید. یکی از اشتباهات مدیران اینه که نمیتونن ماهیت مسائل توسعه‌ای رو تشخیص بدن. اگر استراتژی هایی دارید برای توسعه، اگر فکر میکنید که بزرگ شدن دوای شماست، اینها رو مورد بازنگری قرار بدید. امروز ما با کسانی طرف هستیم که در عرصه کسب و کار فکر میکنن بزرگ شدن توسعه است، تعداد کارمند بیشتر داشتن توسعه است. نه، لزوما این اتفاق نیست. هر چیزی شاخصهای خودش رو داره. در سلسله ویدیوهایی که در واقع از مجموعه ما داره منتشر میشه، ریز به ریز تو ابعاد مختلف بهش پرداخته میشه. اما یادت نره مدیر عزیز، زیرساخت توسعه تفکر توه. زیرساخت توسعه اندیشه ایست که باید همه‌گیر بشه و سرایت کنه از تو به تمام مدیرانی که داری و بعد کارکنانت رو مشتعل کنه و برای بهتر شدن همه دست به دست هم بدین تا یک انقلاب واقعی براتون اتفاق بیفته. توسعه همت بسیار زیادی میخواد و این همت جمعیه. همت فقط از سمت تو نیست. توسعه به تناسب کسب و کارت که کوچیک، متوسط یا بزرگه باید تعریف بشه. با تمام همکارانت باید تعریف بشه. برای بهتر شدن تغییر کنید.